Hey guys, salam bachahon. Today we are going to learn about present progressive. Yoinki badigar vaymeganchi, so present continuous. Zamoni hozire davomdor. Okay? Zamoni hozire davomdor dar zaboni anglisi chi ro mifahmona. Present progressive is an action that is happening right now at the moment. Okay? یعنی زمانی حضور دوامدار در زبان انگلیسی هر کاری که ما حاضر یعنی همین وقت در همین وقت کرده استفاده الان میرو چی میفهمم present progressive یا اینکه present continuous زمانی حضور دوامدار. Okay? So let's see. ببینیم چقدر ما میسازیم این رو چقدر درباره این گپ میزنیم. Okay? So let's go. Here we go. The first one. هوا نگاه کنیم برای ما چی لازم است. هوا وقت که شخص ها پسون So the verb to be و بعد از شخص ها حتما برای ما لازم است چی فعل های to be یعنی am is are. Okay? مثال I am, he, she, it is یعنی که we, you, they are. Okay? و بعد از اینها برای ما چی لازم است. After that we need always the verbs. بعد از اینها همه وقت برای ما چی لازم است. برای ما فعل ها لازم است. Okay? و پسون برای فعل ها ما چی فهم میکنیم. برای فعل ها برای ما لازم است که در آخرش برای همه این فعل ها چی گذاریم؟ ing یعنی آخرش چی میشه؟ ing با ing تمام میشه. اوکی؟ یعنی همین کار چی نمیفهمونم؟ حاضر شده است در همین وقت. اوکی؟ So here I am eating یعنی من حاضر چی کار کرده استم؟ خورده استم. یا اینکه چی؟ So he is playing. Yes? یعنی او چیکار کرده است؟ بازی کرده است. یا اینکه چی؟ So we are going. We are going. یعنی ما چیکار کرده است؟ رفته استودیم. ما دوام این را میتوانیم که خودمون یکان چیزی دیگر بگذاریم. We are going to school. یعنی ما با مکتب رفته استودیم. یا اینکه چی؟ He is eating pizza. او چی؟ پیتزا خورده است. I am playing football. من چیکار کرده استم؟ فوتبال بازی کرده استم. Okay? So here we go. Let's see. نگاه کنید. پسون. برای ما فقط دو موضوعی هست که چیکار کنیم؟ از خود کنیم برای استفاده بردن ing. Okay? برای ing استفاده بردن دو موضوعی هست. چی؟ اولش آسان است یکمش نگاه کنید. اگر کدام وقتی که در آخری کلمه ما حرفی ای باشد پس ما چیکار میکنیم؟ حرف ای رو ما از اینجا میبینیم یعنی دیگر برای ما حرف ای چی لازم نمیشود. حرف ای رو تازه میکنیم پس ما چی میکنیم؟ از دوامش میگذاریم ing. اوکی؟ در اینجا نیست همچنین. این چی است؟ یکی از موضوعی هایی که اگر در آخر حرف ای باشد حرف ای رو ما چیکار میکنیم؟ میگیریم پس آن چی؟ ing میگذاریم. اوکی؟ گود. پس آن دیگرش نگاه کنیم. اگر که کلمه ما همه وقت یک تا صدانک دارد اوکی؟ one vowel یعنی یک تا صدانک دارد و پیش از همصدای آخر ایستادگی باشد. اوکی؟ همصدای آخر رو دیدیم در اینجا همصدای آخر تی و پیش از این I صدانک همگی یک صدانک دارد کلمه ما و پیش از همصدای آخر ایستاده است. در این حالت ما چیکار میکنیم؟ در این حالت برای ما لازم میشود که چی کنیم؟ یک توی دیگر تگذاریم. اوکی؟ یعنی یک توی دیگر از این حرف میگذاریم. فرق نداره اگر کدام حرفی همصدایی که باشد. یک صدا پیش از همصدای آخر باشد چیکار میکنیم؟ یک توی دیگر از اون همصدا میگذاریم. پس اون ing میگذاریم. اوکی؟ و پس اون بعد از اون چی میگذاریم؟ ing. Yes؟ نه قدر دشوار. فقط چی؟ کمی دقت کردن در کار. اوکی؟ نگاه کنید اکنون چی شدیم. I am sitting یعنی من نشستگی هستم. اوکی؟ شما میتونید چیکار کنید؟ اما جایتون رو ببینید که در کجا نشستگی هستیم. I'm sitting in a chair. Yes? I'm sitting in a classroom. یعنی من در کرسی نشستم. من در صفحه نشستم. I'm sitting at home. یعنی من در خانه نشستم. اوکی؟ و پس هم دیگرش نگاه میکنیم. So he is driving a car. یعنی او چی کار کرده است؟ ماشین های کرده است. Yes? یا اینکه دیگرش she is eating. Yes? و خورده است. دوامش ما خوراک میگذاریم. She is eating an orange. یا اینکه و چی؟ orange. افلسون خورده است. Okay? پس هم دیگرش So it is
it is going home. یعنی این یگان چیز یگان حیوانیه که یگان وایرمون میگیم چی؟ این یعنی به خونه رفته است. Okay? It is going home. یعنی که دیگرش we are dancing. Yes? ما چیکار کرده است؟ رقص کرده است. یعنی که they are playing football. آنها چی کرده است؟ فوتبال بازی کرده است. Okay? So this is about positive form of present continuous. یعنی که present progressive. یعنی این طرز خبری گپ زدن چی؟ زمانی حاضره دوام دار. اگر شما وقتی میخواین که هر کاری که حاضر کرده است باشه بگین که چه خیلی ما میسازیم، همین راحتی چیکار میکنین؟ شما همین رو استفاده بوده چیکار میکنین؟ میگین که من همین کارا کرده استادم. Okay? So let's go to negative. اگر ما چیکار کنیم؟ اگر ما اینها را انکار کنیم، برای انکار کردن برای ما چی لازم است؟ برای انکار کردن بعد از چی؟ بعد از am is are not میگذاریم، البته جمله های ما چی میشه؟ انکار میشه. نگاه کنید. I am not sitting in the classroom. من در خانه ننشسته هستم. Yes, I'm sitting at home. من در خانه هستم. یعنی که چی؟ So he is not eating a sandwich. He is eating a hot dog. Yes, او ساندویچ نخورده است. او hot dog خورده است. Yes, یعنی که دیگرش. So she is not playing tennis. و تنیس بازی نکرده است. She is playing football. او چی؟ فوتبال بازی کرده است. یعنی که we are not dancing. ما رقص نکرده است. We are going home. ما به خانه رفته است. Okay? یعنی طرز چی؟ انکار کردن. و شما میتوانید همین ها را چی کنید؟ کوتاه‌تر کنید. برای کوتاه کردن چی بگذارید؟ نگاه کنید. are not در یک جایگی میشود چی؟ aren't. is not در یک جایگی میشود isn't. am not فقط همین قدر کوتاه میشود خلاص. am رو ما کوتاه میکنیم. am not را چیکار میکنیم؟ با پرگی میگذاریم. Okay? am not با مانند isn't یا اینکه aren't شدن نمیتواند یگان وقت. Okay? فقط همین قدر. I'm not sitting یا اینکه so I'm not doing, I'm not going, I'm not و غیره. Okay? Good. پس نگاه کنیم. این طرز چی بود؟ این کار. و ما چیکار میکنیم؟ طرز سوال کردن. میگیم که چه ما سوال میپرسیم که تو خونده ایستاده یا اینکه شما رفته ایستاده، شما رقص کرده ایستاده. نگاه کنیم. برای سوال کردن ما میگیم چی؟ am is a. یعنی همین am is a فعل‌های to be رو میگیریم پیش از شخص ها میگذاریم. البته جمله ما چی میشود؟ سوال میشود. Okay? Here we go. Yes? ما گرفتیم چیکار کردیم؟ اینا رو از پیش گذاشتیم. البته جمله های ما چی شد؟ جمله های ما سوالی شد. Okay? ما البته چیکار کردیم؟ ما البته سوال پرسیده استادیم که شما همین کار کرده استادیم. مثلا is he driving a car? او ماشین رو استاده است. یا اینکه are they dancing? آنها رقص کرده استادن. یا اینکه is she playing football? و فوتبال بازی کرده استاده است. یا اینکه are you eating؟ یعنی شما خورده استاده. Okay? So طرز سوال کردن نگاه کنید. am is are پیش از شخص ها میستد و دوامش چی خیلی است همین خیلی میستد. ما چی؟ اینجا رو هیچ گاه عوض نمیکنیم. برای چی؟ برای گراماتیکای زبان رو آموختن برای ما فقط چی لازم است؟ همین قدر جاشن چی؟ آموختن خوب از خود کردن که ما چی خیلی سوال میکنیم، چی خیلی این کار میکنیم و چی خیلی خبری میکنیم. اوکی؟ و حتما لغت از خود کردن نکن. اگر لغت از خود نکنیم پس اون برای ما چی میشود؟ دشوار میشود. اوکی؟ برای همین حتما چیکار کنیم؟ لغت از خود کنیم و فعل ها، اسم ها، چیزهایی که هستن. اوکی؟ من برای شما فقط چی؟ گراماتیکش رو من فهمیده استادم. لغت از خود کنیش از خودتون. Okay? Thank you very much for watching. See you next class. Don't forget to like and subscribe. Goodbye.